صبح شما بخیر باشد بیننده عزیز رادیو آزادی. شالوی گلخوجه هستم. باز در آغاز یک روز نو در خدمت شما. امروز شنبه است 22 سپتامبر و امیدوارم هر کجایی که هستید صحت و سلامت هستید و روز خود را خوب آغاز کرده باشید. در پراگ امروز هوا سرد است. در صبح بر وقت 17 درجه به فرق از تاجیکستان که طبق معلومات آب و هواشناسی در جریان روز حرارت هوا در دوشنبه به 28 درجه خواهد رسید. خوب اطمینان دارم که این روز را شما خوب سپری خواهید کرد و با رادیو آزادی میمونید و خبرها و گزارش‌ها رو محض از رادیو آزادی پیدا میکنید. من شالوی گلخوجه تبریک گفتم، آماده هستم در چند دقیقه برای شما خبرهایی رو برسانم که در دست دارم و باوری دارم که این خبرها برای شما هم جالب است. شروع میکنم از یک خوشخبری که مربوط است به دانش آموزانی که در روسیه تحصیل دارند. روسیه میتواند به دانشجویان اعلیخوان گرفتن شهروندی را آسان کند. در این باره خبرگزاری سپوتنیک از قبل مسئولین وزارت امور داخلی روسیه نوشته است. مقامات این کشور مسئله آسان نمودن ترتیب گرفتن شهروندی برای دانشجویان خارجی را بررسی دارد. گفته می شود سبوکی ها به مهاجران و دانشجویان خارجی که در دانشگاه های عالی کشور با بهای عالی تحصیل می کنند مربوط است. بنا به اطلاع وزارت امور داخلی روسیه، سال گذشته در دانشگاه های این کشور بیش از 30,000 دانشجو از تاجیکستان تحصیل می‌کردند. امسال روسیه به تاجیکستان برای تحصیل در دانشگاه‌های کشور 618 کواتا جدا نموده است. خب برو میارم به تاجیکستان که در اینجا خبرها خیلی زیادند. از جمله شرکت تماس در تاجیکستان به ساکنان کشور استفاده از خدمات تلفنی انجین را پیشنهاد کرده است. این شرکت در وبسایت رسمیش نوشته است که ساکنان با نصب ضمیمه یا اپلیکیشن تماس در تلفن‌های موبیلشان می‌توانند شماره انجین را دریافت کنند. خدمات علاقه تاجیکستان آخر سال گذشته این نوع علاقه را به دلیل پسیفت بودنش قطع کرده بود. در همین حال غفورجان ارکایف رئیس انجمن شرکت‌های موبیلی تاجیکستان میگوید سنجش آنها معلوم کرد که خدمات انجین پیشنهاد شده از سوی تماس مال تاجیک تلکام یک شرکتی وابسته به خدمات علاقه است. او افزود شرکت‌های موبیلی دیگر جرأت نمی‌کنند که به اجازه این نهاد انجین را برآورند. در وبسایت رسمی شرکت تماس نام بنیادگذاران و به کدام شرکت موبیلی یا نهاد تعلق داشتن آنها نوشته نشده است. بنا به اطلاعی که رادیو آزادی دسترس کرد، شرکت تماس ماه اوت سال 2010 در کمیته اندازی تاجیکستان ثبت شده، قرارگاهش در شهر خوجند بوده است. سمت فعالیت شرکت خدمات علاقه موبیلی گفته شده است. یک تنظیمگر وبسایت تماس که خود را مکسی معرفی کرد گفت ساکنان با پیشنهاد شناسنامه داخلی و یا خارجی صاحب رقم تلفنی در سیستم انجین خواهند شد. در برابر این چند عکس، یک عکس روبرو و دوی دیگر از دو طرف چهره باید پیشنهاد شود. وقتی عکسای شما با عکس شناسنامه موافقت کرد، برای تصدیق دریافت رقم پیامک فرستاده خواهد شد، گفت این مصاحبه رادیو آزادی. بعد بیشتر از 9 ماه بسته شدن انجین در تاجیکستان بار اول است که یک شرکت چنین خدمات را پیشنهاد میکند. در شب و روز بحث بسته شدن انجین در کشور شماره استفاده برندگان آن در تاجیکستان نزدیک به 1 میلیون نفر رسیده بود و اکثریت آنها مهاجران کره تاجیک در روسیه بودند. این خدمات که از روی پرداخت مبلغ ناچیز پیوست شوی بدون مشکل با همه تلفن‌های زمینی و موبیلی را در تاجیکستان فراهم می‌آورد، برای بسیار افراد راهدار و مشغول کار مناسب بود. رئیس ولایت بدخشان میگه در مهلت مقرر کرده پرزیدنت تاجیکستان ترتیبات و رعایت قانون را در شهر خوروغ پورا برقرار میکند. شادیخان جمشید رئیس ولایت مختار بدخشان هفته گذشته از سوی ملی رحمان شدیداً انتقاد شد. رئیس جمهور به شادیخان جمشید و دیگر مقامی بدخشان یک ماه مهلت داد که وضع را در خوروغ به ترتیب درآورند. شادیخان جمشید روز 21 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت باوری کامل دارد که در یک ماه شهر خوروغ تغییر یافته، قانون پورا برقرار می شود. رئیس ولایت بدخشان میگه تلاش دارند زیایان را از حالت کرختی بیرون آورند و نقشهشان را در جامعه زیاد کنند. به قول شادیخان جمشید در شهر خوروغ استودی مشترک نهادهای قدرتی تأسیس یافته است و کارهای پاکونی شهر از سلاح ادامه دارد. او از جمله افزود نفرانی که سلاح دارند باید آن را آورده به مقامات سپارند، در عکس حال آن به طریق مجبوری گرفته می شود. ولایت مختار کوهستان بدخشان یک هفته اخیر در سرخط خبرها قرار دارد، بخصوص پس از سفری رئیس جمهور ملی رحمان به این ولایت مقام‌های زیادی آن برکنار شدند. ساکنان شهر خوروغ هم میگویند دوام یک هفته اخیر تغییرات زیادی را مشاهده می‌کنند، از جمله این
این ناپدید شدن ماشین‌های بی‌رقم از کوچه‌ها، کاهش خودروهای 36 و از بین رفتن تنبشوی در راه بوده است. رو میارم به جنوب تاجیکستان. مقامات انتظامی نویه حمدانی یک ساکن دهه سامانیان را برای قتل پسر و زخمی کردن نبیرش بازداشت نمودند. رحمان میرونوف 59 ساله شب 20 سپتامبر با کمان شکاری به پسرش حمله کرده او را به قتل میرساند. بعد آن که نبیره 5 سالش را از پایش زخمی میکند از این مکان میگریزد. این حادثه در خانه پسرش جمعخان میرونوف 31 ساله در دهه سیادی جماعت توردیف اتفاق افتاده است. طور معلوم شده است پدر از خانه پسر در 3 کیلومتر زندگی داشته، کمان شکاری را گرفته است و قصد نیست کردن اعضای خانواده‌اش را داشته است. وقتی پلیس به جای حادثه رسید، رحمان میرونوف در آن جای نبود. بعد جستجو او را از خانه‌اش پیدا کردند ولی او داروی ضد حشرات را می‌نوشد. حالا این مرد در بیمارستان است. در گفته منبع پسری که از دست پدر کشته شد اولهای ماه سپتامبر از روسیه آمده است. حالا دوستان نویه حمدانی از روی کشتار نسبت رحمان میرونوف پرونده جنایتی باز کرده است. یک خبری جهانی هم داریم. پرزیدنت ویتنام چای تای کوانگ روز جمعه بعد بیماری طولانی در بیمارستان حربی درگذشت. او 61 سال داشت. کوانگ سال 2014 بدون رقیب از طرف حزب کمونیست به مقام پرزیدنتی رسید و در اصل رمزی این مقام را در اختیار داشت. زمام حکومت اساساً در دست نخست وزیر و حزب کمونیست بود. قبلا کوانگ در مقام وزیر امنیت هم کار کرده است. بازم برمیگردم به تاجیکستان. دادگاه حربی گارنیزون خطلون بررسی پرونده پرسر و صدای پراپرشک عثمان کریموف 46 ساله کارمند سابق کمیساریات حربی نویه وخش را خاتمه داده است. این پراپرشک با آن متهم شد که معلم مکتب جماعت مشعل را با شیوه بد از نزد شاگردان به خدمت حربی برده است. روز 21 سپتامبر در دادگاه حربی گارنیزون خطلون به رادیو آزادی تصدیق کردند که با سبب پشیمانی از کردار پراپرشک عثمان کریموف از جوابگری جنایی آزاد شده است. این حکم روز 4 سپتامبر صادر شده است. دادگاه گفته است که تا قوه قانونی گرفتن حکم کریموف نباید محل زیستش را ترک کند. حادثه این دعوت بهاری امسال رخ داد و پس از باز شدن پرونده جنایی پراپرشک عثمان کریموف از کار در کمیساریات حربی آزاد گردید. مدیر مکتب گفت که نمایندگان کمیساریات در جریان درس به سیمخانه وارد شده معلم را از درس کشانده به ارتش بردند. آخر ماه اوگوست دادگاه نظامی گارنیزون ولایت خطلون علیه کارمند سابق کمیساریات حربی نویه وخش بر اساس ماده 391 کدکس جنایی سوء استفاده از مقام خدمتی پرونده باز کرد. این ماده تا 12500 سومانی جریمه و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. عثمان کریموف که بعد 19 سال کار در ساحه نظامی و از جمله کمیساریات حربی به این حادثه گرفتار شد، بعد صادر شدن حکم دادگاه نمیخواهد در این باره صحبت کند. ولی در آخر ماه اوگوست بعد شروع محاکمه دادگاهی به رادیو آزادی این پدر 6 فرزند گفته بود که خود را گناهکار نمی‌یابد. خب با اینکه مقامات وزارت دفاع میگویند در سمت جلوگیری از خدمت مجبوری در ارتش کارهای را انجام میدهند و عاملان چنین حادثه ها به جوابگری کشیده خواهند شد، فعالان حقوق درباره حادثه های جلب مجبوری جوانان خبر میدهند. در برخی حالت‌ها جلب مجبوری در راه و بازار و نقلیات صورت میگیرد و باز هم همین فعالان میگویند برخی جوانان با سبب مشکلاتی مثل زورگویی در ارتش از خدمت خودداری میکنند. و یک خبری دیگر هم هست. خبرگزاری آزیا پلوس میگوید که ساکنان منطقه کولاب از جاری شدن لیمیت برق شکایت کردند. ساکنان گفتند از 19 سپتامبر انتقال برق با آنها طریق ریجه داده می شود. از جمله در نویه های فرخور، حمدانی و واسه تنها 3 ساعت صبح و 6 ساعت بیگاه برق دارند. متخصصان شرکت برق توجیه گفتند که این لیمیت نیست بلکه به کارهای تعمیر و از نفسازی ربط دارد. معاون رئیس شرکت برق توجیه موجوده خالقزاده به آزیا پلوس اطلاع داده است که بنابر آمادگی ها به زمستان و انجام شدن کارهای تعمیر و نفسازی در همه نویه های کشور انتقال نیروی برق میتواند موقتا قطع شود، اما شبکه‌های محلی قبلا اهالی را آگاه میکنند و شرکت جاری کردن لیمیت را در نقشه ندارد. در همین حال ظریف تبارف یک مسئول شبکه‌های برق کولاب گفته است از رهبریت برق توجیک شفاهی دستور گرفتند که انتقال برق را از روی ساعت قطع نمایند. این امر به کمباری شدن آب به آبانباری نورک مربوط است، افزوده است ظریف تبارف. با گفته متخصص اگر حالا وضع آبانباری نورک نگهداری نشود زمستان مشکل می شود. این متخصص از جمله بیان داشته است که از این پیشتر در ماه سپتامبر چنین کم‌وبی در نورک به مشاهده نرسیده بود. خب
бинанда азиз, ин чанд хабаре буд ки ман дар муддати чанд дақиқа онро ба саҳми шумо расондам ва мутмаинам ки дар ин чанд дақиқа ҳамроҳи мо будед. Барои шумо рӯзи хуб мехоҳам ва ҳамаи шуморо бозам дар субҳи барвақти рӯзи якшанбе бо хабарҳои тоза дар Озодӣ видео канали махсуси Радиои Озодӣ мунтазир мешавам. Рӯзи шумо бахайр бошад.